ناصر بولیدی دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد با ما هستند. جناب بولیدی، سپاس از این که در برنامه ما حضور پیدا کردین. مردم سیستان و بلوچستان هم به خیابون‌ها آمدن. قدری از اعتراضات اونها و شعارهایی که دارن سر میدن بیشتر برامون میگین؟ با تشکر و عرض سلام به شما و همه شنوندگان. همونطوری گفتین در زایدان هم مردم پریشب تظاهرات کردن و شعارهای اونا هم مسلما همون شعارهایی بود که مردم میدادن، همین چیزی که داشتیم میشنویدیم: توپ تفنگ فشک، آخوند باید گم بشه و یا خامنه‌ای باید گم بشه. موضوع اساسی مردم بلوچستان هم مثل بقیه مردم ایران، به خصوص زنان ایران و بقیه گروه‌های ملی که در ایران هستش و این چیز مشخصیه که اگر این رژیم بره، ما بلوچ‌ها یکی از فایده‌مندترین ملت‌ها در ایران و مردم در ایران خواهیم بود، چون ما در ایران هم از ستم مذهبی از رنج میبریم که برای ما بهتر ایران یه جامعه دموکراتیک و سکولار بشه و هم زنان بلوچ به عنوان اینی که به عنوان یک اقلیت در ایران بهشون نگاه میشه و همینطور اقلیت مذهبی و اقلیت ملی. البته اکثریت خیلی از جمعیت بلوچستان شیعه هم هستن، ولی بخش بزرگی باز ستم‌های مذاهب و ستم‌های سگانه و چهارگانه به خصوص بر زنان هستش. اینه که امروز باید همه زنان و مردان بلوچ هم در کنار بقیه باید بیان بیرون و این شعارها رو تکرار بکنن. چیزی که ما شنیدیم در زایدان، در اون شبی که این تظاهرات شده، تعداد زیادی دستگیر شدن و تعداد زیادی از اینایی که دستگیر شدن توسط نیروهای انتظامی در ابتدا بوده، ولی بعداً به نیروهای اطلاعاتی تحویل داده شدن. تعدادی هم آزاد شدن ولی تعدادی تا هنوز در زندان هستن و وضعیت در بلوچستان هم یک حالتی داره که امروز یا دیروز احتمالاً در آینده هم اینجوری هستش که نیروهای نظامی از سپاه و از ارتش و همینطور از نیروهای انتظامی تقریبا در همه جا حضور دارن و کسایی که سعی کردن که به یک شکلی بیان بیرون و کاری رو انجام بدن از همون ابتدا نگذاشتن. همونطوری که میدونیم بلوچستان از قبل هم منطقه نظامی بوده، نیروهای وسیع از نیروهای سپاه، نیروهای انتظامی و همینطور ارتش در بلوچستان هستند و رژیم داره فعلا اینا رو استفاده میکنه تا از هر گونه اتفاقی در بلوچستان هم جلوگیری بکنه. جناب بولیدی، مردم سیستان و بلوچستان در واقع طی این سالها سطح محرومیتی که باهاش مواجه بودن، میزان ظلمی که بهشون شده، به جرئت میشه گفت از بسیاری از استانهای ایران در واقع به مراتب بیشتر بوده. اعتراضاتی که ما در این استان شاهدش بودیم، از آب و در واقع خاک گرفته، هوا گرفته، در مورد همه چی اینها مشکل دارن. اما الان میبینیم که کنار مردم ایران در واقع شعارهاشون یکسان، دستگاه حاکمه رو نشونه گرفته. فکر میکنین اونها اگه خواسته اونها رو هم بخوایم کنار خواسته مردم ایران تعریف کنیم، چه میخوان؟ مردم بلوچ هم یه زندگی عادی میخوان، همون چیزی که اینجا گفتی، یک زندگی نرمال، به خصوص دختران، جوانان، کسانی که میخوان نرمال مثل بقیه، کسایی که در کشورهای همسایه ما در کشورهای خلیج زندگی میکنن یا کسایی که در اروپا و یا در جاهای دیگری به شکل آزاد از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی زندگی میکنن. یه زندگی نرمالی که بتونن کار خودشون، درس خودشون رو بخونن، کار خودشون انجام بدن و درآمدی داشته باشن، در کنار خانوادهشون راحت باشن. همین دیروز بود در تلویزیون شما در خبرها دیدم که نوشته بودین 67 نفر در ایران اعدام شدن. بخش بزرگی از اینا، حداقل 15 تا 20% این اعدام شدگان از مردم بلوچستان بودن و در این ماه هم دیدیم که تعداد زیادی از مردم بلوچستان اعدام شدن. چیزی که مردم بلوچ میخوان همین هستش که امنیت فیزیکی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت محیط زیستی هم بودی که شما اشاره کردین. مسئله آب مثلا بخصوص در شهرستان زابل، در منطقه سیستان و در جاهای دیگر بلوچستان هم حاد هستش. حتی در بخشی از بلوچستان که مثلا در منطقه کهنوج و یا رودبار و یا مناطق دیگه هستن، در جاسک اون طرفا هم، همه این مناطقی که بلوچ نشین هستن امروز مشکلات مخصوص خودشون رو دارن و این موضوع رو میشه زمانی حل کرد که مردم بلوچ در حق تعیین سرنوشت خودشون با بقیه مردم ایران در کنار یکدیگه بتونن نمایندگان خودشون انتخاب بکنن، زندگی بهتری برای خودشون پیدا بکنن. ما یک کشور دموکراتیکی داشته باشیم که همه در اون احساس راحتی بکنن. مثل امروز نباشه که مردم، یه دختر از سقز میاد تهران برای دیدار، اونجا کشته بشه. یک جوان بلوچ برای این که برای خانواده‌اش نانی پیدا بکنه مجبور به سوختبری بشه، کشته بشه. دیگه از این مشکلات همه ما مردم ایران از اینا گذر بکنیم. این به نظر من خواست مردم بلوچ هستش. سپاس از شما ناصر بولیدی، دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم، سوئد.